بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سبحان الله. دومین گزارش از وضعیت برف باران در شهرستان شهید پرور بافت، استان کرمان. ساعت 8:30 اینجا خیابان سردار دلها. همکنون باران شدید برف خیابان را در حال مسدود کردن است. ماشین ها به سختی عبور و مرور می کنند. هیچ کمکی از طرف هلال احمر و شهرداری محترمش شهر بافت برای ارائه به شهروندان وجود ندارد. بنده هم اکنون در این خیابان گیر افتادم. الله اکبر. امداد می‌طلبم خدایا، اول از شما که قادر متعالی همه را کمک کن، بعد به داد همه گیر افتادگان در خیابان‌های بافت برس. الله اکبر. سبحان الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الله اکبر. الله اکبر. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا حافظ. التماس دعا. یا علی مدد. موفق باشید. با امید دیدار و گزارشی دیگر.